آقا سلام و درود وقت بخیر، خوش اومدیم به کانال اسپی سینا. آقا بزنید توضیحاتی در مورد این کانال بهتون بدم که قراره چیکار کنیم توش و چیا قراره پخش بشه. اولا که ما یه رسم و رسومی داریم، اول ویدیوها دنس میزنیم، دنس اول ویدیو، و اینکه ما هر روز یه ویدیو داریم، و این کانال قرار کانالی باشه که فقط کال آف دیوتی توش بازی کنیم. یعنی اینجوریه که شما سوالی خواستین بپرسین، اتچمنتی خواستین، چیزی در خدمت هستم، تو کامنت ها حتما بنویسید. لایکوسا هم یادتون نره و به دوستاتون هم منو معرفی کنید تا خانواده هم بزرگتر بشه. و امروز آقا میخوایم بریم چیکار کنیم؟ یه پلاندر بازی کنیم. فردا ببینیم ما روز عادی چجوری بازی میکنیم. در طول هفته سه روزشو پلاندر بازی میکنیم. 3 تا پلاندر داریم، یعنی روزی حدوداً 3 دست پلاندر میریم، 2 دست پلاندر میریم و بتل رویال بازی میکنیم. یه دست مچ بتل رویال روزی، یا 2 مچ. حالا تو همون 2 روزم بتل رویال، حالا 2 روزم چیه؟ مولتی 2 روزم مولتی بازی میکنه. و بچه اگه دوباره دارم میگم اتچمنتی خواستین، سوالی تو این بازی داشتین، تو کامنت ها واسم بنویسین که من حتما به کامنتاتون جواب میدم. آقا بریم سراغ اولی مچ. بچه ببینین از اسکین چند از چند میدیم. بتل پس جدید کالافی که زدم و اسکین نیک 2 و رفتم کلی پول خرج کردم سر اینکه بدم دنس نیک 2 لعنتی رو بگیرم. به آخر کار بالاخره گرفتمش. آقا بریم. یا وسط ویدیو هم حالا اگه خواستین تو کامنت ها بهم بگید ویدیو بعدی بسا با تو حرف بزنم یا اینکه نه خودم شما زیاد حرف نزنم. بگین دیگه بهم این ویدیو حالا حرف بزنیم زیاد. بچه سوالی هم داشتید حتما از من بپرسید. Toxic overload deployed. بچه رونمایی از اکانت هم شده به 5K فالوور رسیدیم. از اکانت هم رونمایی میکنم. نیستی بگیرم اگه بخوام انجام بدم من یا 54 رسیدم فیستی میکنم رو مخ صدا، یا 100 من کلا هدفی رسیده به 100 آقا این رو مخ این صدا جلسه بشونم اخرا در نیارم دیگه. بریم سراغ 3 نفریم کاره خودشتم میرفتم بخشی یه کارتی خورد وسط ویدیو. حتما هم خواستید دیگه اسم اول ویدیو دیدین دیگه. اوی چرا این ریجستر نشد؟ یه آرمور به من داده کنید. خداوند دمت هم گرم. یا اول فاز حکی بزن کنید. وای برید جمشید برو Call of Duty ریجستر تو من میام تو رو میکشم. اسمش چی بود؟ زورو. آی زورو
آیزورو Your پاره ای. teammate has been killed. او اسمش بد بود. آقای دکتر متخصص نمیگم اسمشو. خودتون ببینید دیگه. استوب بزنید باز بزنید قبلش ببینید دیگه. دستم بسته است سویی تو دیگه بالاخره ببین تو ما رو پرت میکنه بیرون. ای بگم The airdrop is coming. اونجا برم اینجا برم اونوری اینوری اینوری. واو پشمانم Airdrop has been چه delivered. شاتی. Your teammate has been killed. وای نزن چی بزنه بیشرفه. وای گی کردم کلم میکرده آخیش این سالم بدر Teammate has بازم been killed. ولی اوی شوتو بنازم The cash airdrop has been delivered. آخه واه اون ریجستر بعد حتی همین اول ویدیو میگم مشکل پینگ اگه دارید به نظر من اصلا چند تا شات میخوری تو بمیر دیگه. خب بابا 2 تا شات بهت زدم بمیر دیگه. خب اگه مشکل نوسان پینگ دارین پینگتون میره سمپر پینگتون میره بالا میاد پایین به نظر من ست راه هست از دی ان اس خوبی مثلا استفاده دی ان اس 1.6 یا از وی پی ان که به نظرم اصلا استفاده نکنید اصلا بد میشه. بنه مثلا بعضی دیگه هم که اصلا بنه نامحدود میشه نمیدونم دیگه خیلی خطرناکه. اون شماره 1 یا اینکه سیم کارت همراه اول داشته باشید. سیم کارت همراه اول پینگ رو واقعا خوب میکنه. یعنی خودم قبلا داشتم با سیم کارت ایرانسل بازی میکردم و نوسان پینگ داشتم. Cash airdrop is coming. آی زورو جلو هدتو زدم نموردی. آی زورو من میگم این ذره بازی من حالا بده ببخشید دیگه. 7 6 5 4 3 2 1 ببینید اگرم میخواستم تو روم کالافیتی میخواد بازی کنید و دیگهتون بعد با اینکه مثلا همراه اولینا به این تو رومی که ایرانه یعنی پینگش پایین تره نه که مثلا تو روم دیگه بغلش میزنه مثلا پینگ مثلا من بعضی جا دیدم واقعا مثلا پینگ 280 مثلا که واقعا پینگ منو میاره 300 280 نداره خودش میزنه چرا نمورد نمیدونم. The cash airdrop has been delivered. Your teammate has been killed. دیدم رفت لابی اشیال نداره بزرگ میشه. آیو اول فصل قبل واو او مای گاد اینا کجا میان بذار مدیک بزنیم دیگه مدیک همون نشه نه نشه ببین اوه چرا اینقدر شما زیادی نفیدا چرا Your اینقدر teammate has been زیادی killed. کمک کنیم میو Cash airdrop is coming. واقعا بچه دارم میگم کال آف گند اکتیویژن گند زده به کالا اصلا بهتون میگم بدین تو روم ها بطل رویال که اصلا باگ میشه آخر بازی کلا نمیتونیم تیم ریلود بعد یه دنش دیگه زده آرکوتوس قدیم رو هست کرد یعنی من واقعا از دلم ویسی آرکوتوس قدیم تنگ شده
چقدر آرزو دارم آرکاداس قدیم بیاد. My station is currently دیگه چند روز unavailable. آرکاداس اومد و بعدش رفت دیگه. آرکاداس جدید اومد و رفت. الان 2 هفته است، 1 هفته است تقریبا. جمعهش دقیقه قدیما بودین جمعه ها ساعت 11 به بعد بتل رویال میموند. ولی خب الان 1 هفته است بتل رویال نیومده. حالا شما میگی به خاطر محرمه، ولی خب تو خارج آمریکا یه محرم وجود دارد. نو پس این دیگه نو 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 آی نورو آی زورو آقای زورو آقای پامپت بچه اگرم وای یادم میره. اگر اتشمنت اجازه همو میخواید حتما تو کامنت ها بگین که توی ویدیو حالا بهتون نشون میدم، ویدیو بعدی یا بعدش. بچه حتما تو کامنت ها بدین به نظرتون چی قهرمان جام جهانی میشه یا میخواین چی قهرمان جام جهانی بشه. من که خودم میخوام سلطان اسطوره آخرین جام جهانیشو ببره فوتبال خدافزی کنه. واقعا سلطان رونالدو Trap deployed. آی دیوان حریف آی دیوان یه دانس واقعا سوق اینو دارن گرفتن. Time for the mission. Get ready. به هم میاد خب بازی شروع میشود. بپپپپپپم اون تو مپ پلاندرم یعنی چه پلاندر به نظر من فقط شما کجا برید همینجا، بیشتری هم همینجا میاد. الان اسمش هم بهتون میگم. چرا سایت بهترین جا برای مپ پلاندر. آی انمی کجایی؟ او درگیری آقا پلیر بمیر Engaging the enemies. بمیر کجا آمدی تو؟ آی ایب پیرشیان آقای ایب ایران پرشیان به خارجی یعنی ایران، نه یعنی پرشیان به ایرانی یعنی پرشیان یعنی ایران ایرانی ایران. خب ما ویدیو همونم بین 20 الی 30 دقیقه است دیگه. این همه دوستان حالا میذارم دیگه، دوستان بدون میشه. آقای انمی کجایی؟ آقای انمی کجایی؟ The cash airdrop is آقای coming. انمی یه لحظه بچه آقای انمی بچه ببخشید یه لحظه. خب بگو آقای انمی آقای بزنم ببین هرکی بازی نه در افتاد بر افتاد. ابر بزن یو ابل فست کجا بودی تو آقای انمی؟ به به چه جای خوب. صدا تیره صدا The cash airdrop has been delivered. آی بمیر بمیر آقای نوب پیش بیرو از ما گرفتی رو ما. خب ما کجا بریم این دفعه؟ خب بریم این طرف.
بریم اینجا یه نقشه. چیزی هم بهتون میگم، وقتی که مردید توی پلنده وظیفه داره بازی کنه کسی، بچه یه اسپکت نزنید اصلا، که اگه تیمتونم همشون مردن دوباره ریوایو بشه. اگه یه نفرتون رو اسپکت باشه و هر 4 نفرتون بمیرید میرید لابی، ولی خب اگه رو اسپکت نباشی که میشه بره لابه، نه نمیره لابی، Engaging the همشون enemy. Alert! بخیر از یه سوالی هم که فکرم پیش اومده، من کجا بیشتر بازی میکنم؟ Cash من deposit هم مولتی پلیرم هم بطل پلیر، Cash ولی خب airdrop is coming. بیشتر مولتی بازی میکنم. بطل هم جدیدن دارم زیاد بازی میکنم که بطل هم خوب بشه. کنم اگه میدین نوبا میذاره بباشید دیگه. Your teammate has been killed. یا چی داری؟ آی پلیر هیچی نداری. آی پلیر جسد خودم. Airdrop has been delivered. خب سلام بچه ها، ببخشید من یه لحظه پینگم بچه یه مشکلی هم واسم پیش اومد، Your teammate has been قطع killed. کردم و مردم دیگه. آقا با کریم میخوام بیام بالا سرتون پاره پورتون کنم. کی بود منو کشت؟ 4 نفر بودن فکر کنم، یه ذره زیادم، ولی خب ما میریم اینجا. خب میریم این دوش وای میسیم آرمور بزنیم. خب بسته بریم. اینمی کجایی؟ تمام اینمی تمام میشن. نگه چی؟ بشیم بکن یار خودم نه. Cash airdrop is coming. اینمی ما آمدیم. اینمی هم نیه. اینمی کجایه؟ چرا ریجستر نمیکنه؟ چرا دیر نمیزنه؟ آی باش دیویژن هی کال آف دیوتی ریختم رو حساب و روانم کار کنم. همچنان کال آف دیوتی بچم کال آف دیوتی ریخته که رو حساب و روانم کار کنه. همچنان کال آف دیوتی باش دیویژن. من آمدم یا اول فقط ثانیه آخر 1 کیلو بگیریم. لگه زیاد Your teammate has been killed. دمت آخر My بازی station is currently unavailable. 6 شدیم. چقدر عالی. 300,000 تومان پول جمع نکردیم. ای خاک سر ما، خاک بر سر ما. بچه به قول این دمسی کالا دیوتی لایک یادت نرو. اون نه، لایک یادت نرو. تا ویدیو بعدی خداحافظ.